بعد از حدود 7 سال در روز یکشنبه 16 شهریور شاهد یک ماه گرفتگی کامل یا همون خسوف کامل و ماه خونین هستیم. از امشب تا 2 شب بعد از ماه گرفتگی انرژی فوق‌العاده‌ای برای جذب آرزوها با کمک شکرگزاری در جریانه. این پدیده تا 18 سال آینده تکرار نمیشه. پس حتما این حس خوب و موقعیت نادر رو با دوستان و عزیزانت به اشتراک بذار و با حال عالی با من تکرار کن. خدایا شکرت برای ماه کامل که یادم میندازه همه چیز توی زمان درستش کامل میشه. خدایا شکرت برای فرصت تازه‌ای که این ماه کامل به زندگیم میده. خدایا شکرت که توی روشنایی ماه کامل قلبم روشن‌تر میشه. خدایا شکرت برای آرزوهایی که زیر این ماه کامل به حقیقت نزدیکتر میشن. خدایا شکرت برای قدرتی که توی وجودم میذاری تا بتونم دوباره شروع کنم. خدایا شکرت برای برکت‌ها و نعمت‌هایی که در این شب‌ها با نور ماه کامل چند برابر میشن. خدایا شکرت که حتی توی لحظه‌های تاریک همیشه روشنایی برام میفرستی. خدایا شکرت برای آرامشی که با نگاه به ماه کامل بهم میدی. خدایا شکرت برای رها شدن از بارهای سنگین در این شب‌های زیبا و پر انرژی. خدایا شکرت برای ایمان و امیدی که زیر نور ماه کامل توی قلبم میکاری. با تمام وجودت بنویس: خدایا شکرت که زمان درخشش من شروع شده.